دوست داری با چه کارگردانی کار کنی که هنوز اتفاق نیفتاده؟ ایرانی دیگه. بله. حالا خارجی هم شما بگو، دنیا کوچیکه. ببین همین اصغر فرهادی دوست دارم باهاش کار کنم، ولی حمید نعمت الله رو خیلی دوست دارم. جنس کارش هم به تو میخوره. آره یعنی حس میکنم باید پیدام کنی. حس میکنی داری براش. آره یعنی چون از وضعیت سفید دیگه دیوانش شدم من، یعنی فیلماشو میدیدم همیشه. بعد وضعیت سفید خیلی به نظرم سریال عجیبی بود. به تمرین زیاد معتقدی؟ آره. و انجام میدی؟ راست بگو جون من. باور کن شاید تمرین شخصی این که مثلا آره همیشه این سختم بوده که بشینم تو خونه تمرین بیان کنم، تمرین بدن کنم. من یه در حالی که من اصلا نمیگم این چیز بدیه ها، خیلی ها این کار رو انجام میدن و خیلی هم درسته، جوابش رو میگیرن. ولی اینکه یه تئاتری و یه چیزی رو هی تمرین کنیم چرا؟ خیلی خوبه، جوابش هم آدم میگیره واقعا. تاثیر مطمئنی که داره. آره از اون ورش هم اوکی، اما اصلا تمرینم نشم میشه گاهن یه کارایی. بزرگترین آفت نسل جدید سینما و تئاتر رو چی میبینی؟ چیزی که قشنگ زیاد داری حس میکنی که بابا تو همه داره راکورد داره تو جدیدا. خوشگل بازی. این که حالا می‌دونی مثلا من خیلی جا یعنی با میبینم ظاهر، حالا چه لباس چه قیافه، دارن کارو میبرن جلو دیگه. نه اصلا خب یعنی کارو ببرن جلو. اینو داره میبره جلو که همه اونا رو این خیلی مهمتره. یا ژستایی که مثلا طرف میگه من دوست دارم اینجا حتما این ژست رو داشته باشم، حتما میخوام این دیالوگو من بگم. اما من فکر کردم بیرون قضیه رو میگی، یعنی تو لایف استایلا. نه آخه این خوشگل بازیه توی فیلم و تئاتر هم به وجود میاد. یعنی تو آدمه مثلا بیشتر دوست داره خوشتیپ باشه جلوی دوربین تا اینکه به اون نقش بخوره. میدونی این گاهن داره آسیب میزنه دیگه. یعنی تو سریاله رو میبینی، فیلمه رو میبینی، واقعا فیلمنامش بد نیست، خوبه. به مرور معلومه بازیگرا خرابش حواسش کردن. توی اینه که من الان جستم چجوریه تو دوربین و سری گرفتن دیگه. یعنی اینو تو نسل جدید خیلی بیشتر قدیمی ها میبینی؟ ببین نه این چیز کلیه و یعنی اگر منظورت فقط نسل جدید بود نه، اتفاقا به نظرم نسل جدید یه خلاقیتی داره که اگه بهش بها داده بشه. آخه نسل جدید فقط اینایی که الان دارن دیده میشن و من نمیگم، من کلی آدم میشناسم که اگر بازیشون دیده بشه شاید اصلا آدما کف و خون قاطی کنن. از ظهور هوش مصنوعی توی هنر میترسی؟ خیلی. حال نمی‌کنی اصلا؟ اصلا حال نمی‌کنم، چون حس می‌کنم یهو جامونو میگیره. یعنی مثلا حس می‌کنم واسه ما که خیلی ترسناکه یهو مثلا یه جایی نرسه کارگردانان ایرانی هم بگن آقا من می‌خوام مثلا با آلپاچینو کار کنم دیگه، حتی هوش مصنوعی ما رو هم استفاده نکنم، هالیوودیشو کار کنم. ولی باز نمیشه میدونی، چون مثلا هر کاری هم کنه هوش مصنوعی نمیتونه نویسنده خوبی بشه. نمیتونه مثلا یه چیزی که غلام حسین ساعدی نوشته رو اونم بنویسه، نمیتونه، چون زیست نداره دیگه، صرفا داده گرفته. بازی هم همینه دیگه. صرفا داده گرفته، زیستی نکرده. چه نکته مثبتی در نسل قبل بوده که ترجیح میده توی این نسل جدیدم باشه ولی نیست؟ مثل اینه که بعضی موقع پیش اومده برات که مثلا کاش من بازیگر در 50-40 ایران بودم به جای. ببین آره دهه خوبی رو گفتی. آره مثلا من راجع به اون دهه وقتی مطالعه داشتم و شنیدم و مثلا یه سری چیزا آدمایی که اون موقع بودن برام گفتن، به نظرم اون موقع خیلی درست‌تر به همین چیزی که میگم به نسل من اعتماد نمیشه. خب یعنی مثلا اون موقع همین تلویزیون یه برنامه‌ای داشته نمایشنامه نویس انتخاب می‌کردن، مثلا عباس نلبندیان توی برنامه تلویزیونی انتخاب شده، می‌دونی؟ ولی الان چه فضاییه برای من، اصلا ترجیح میدم تلویزیون نرم، میدونی؟ آدم‌ها الان به جای برعکس شده.
نه تنها تو دنبالش نمیدوی بلکه تو بازیگر تازه نازم براش میکنی. آره دوست داری نری. ولی دهه 50 نسل عجیبی هن دیگه، یعنی هم تو موسیقی هم تو سینما هم تئاتر به نظرم قله، چون میخوره تقریبا در 70 80 میلادی. اونورم همین اوضاع بود دیگه تو ادبیات و اینا دیگه. چرا متدای آموزشی توی دانشگاه‌های هنری یا مدارس بازیگری به نظرت واقعا سر صحنه به کار میاد؟ ببین تجربه آموزشگاه داشتی؟ ببین من گفتم دیگه از هنرستان تئاتر میخوندم، بعد دانشگاه هم که همین رشته بازیگری خوندم. ببین آموزشگاه بازیگری تجربه نداشتم تا بعد همین ماجراهای شب شک با نوید که آشنا شدم، کلاسای نوید رو رفتم که اونم اصلا واقعا جدای از آموزشگاه ها. ولی به هر حال آموزش خصوصی دیدی یه جورایی دیگه. آره ولی آموزشگاه ها رو بخوام به صورت کلی چون میدونم همونا ببینم. شناخت داری، چه جوریه؟ نظرت چیه؟ اصلا راجع بهشون صحبت کن، راجع به مدرسه بازیگری، چون حداقل یه دوجین رفیق داری دیگه. آره همشون رو نمیگم ولی یه سریاشون که بولدم هستن بیشتر برای، یعنی اوکی درآمدزایی مهمه واسه اونجا ولی فقط و فقط درآمدزاییه. یعنی اینکه مثلا یه کارگردان سینمایی رو میارن میگن آقا فلانی میخواد بعدش هم یه سریال بسازه، بیاد کلاسش از این کلاس انتخاب میکنه، بعد یارو سریالش هم میسازه. ولی تو مثلا اون شاگرده رو میبرن یه روز سر فیلم برداری یه صحنه هم رد میشه، عکسشو میگیرن میزنن اونجا، تبلیغ میشه واسه شاگردای سال بعد و این لوپه همینجوری هی هست. استفاده نمیشه یا سوء استفاده ازش میشه دقیقاً. و کلا اون سوالی هم که کردی گفتی آموزش و اینا چه تأثیری داشته، ببین متدای بازیگری کلا چه حالا تو دانشگاه یاد گرفته باشی چه یاد نگرفته باشی، جدا خودت مطالعه کرده باشی به کارت میاد. شاید اینجوری به کارت بیاد که تو همه اینا رو بدونی بذاری کنار کار کنی. یعنی همیشه هم نباید خیلی قلوف شده بگی من اینجا رو از روی اون کتابه فلان کردم و اینا. یعنی مثلا یه چیزی که هی داره سوالای قبلی میاد تو ذهنم که مثلا نسل جدید یه خورده از این لحاظ مشکل داره که مثلا آقا تو اول باید بدونی این ساختار چیه بعد بشکونیش. نمیتونی ساختار رو ندونی بعد بشکونی بگی من ساختار شکنم. میدونی همین قضیه است که میگم بدونی بعد بذاری کنار. اگه رئیس خانه سینما یا خانه تئاتر میشدی اولین کاری که میکردی چی بود؟ به نظرم کافی بود تا همینجا. میدونم چی بگم، میخوام بگم نمیگم ولش. یه جوری بگو که من بتونم پخشش کنم. اگه رئیس قبلی رو میکشتم. نه استعفا میدادم روز اول. هیچ کاری من نمیتونم براتون بکنم. واقعا آخه اینم خیلی بچگانه. چیزایی که واقعا بهش برمیخوری و این میاد فکرت که بابا دیگه اینو اوکی کنین دیگه. مثلا اجازه نمیدادم همین چیزی که میگم، یکی که مثلا 37 سالشه حالا بعضی کارا اوکی یا مثلا 40 سالشه جوان اول 20 ساله بازی کنه. یعنی قوانین میکردی این چیزا رو؟ قوانینی میذاشتم که باز اینم خودم از دور که بهش فکر میکنم میگم بابا این چه چیز چرت و پرتیه. شاید خودت تو 40 سالگی دلت بخواد یه فیلمی بسازی توش نقش 20 ساله بازی کنی. میدونی من چون تو مسعود دهنمکی رو چیز میکردم، ممنوع میکردم. ممنوع. هر گونه مسعود دهنمکی ممنوعه. ممنوعه. اگه میتونستی با یکی از شخصیت‌های نمایشنامه‌هایی که خوندی یا فیلمایی که بازی کردی، یعنی با یکی از شخصیت‌های فیلمنامه‌ها
با اون دیدار داشته باشی در واقعیت دوست داشتی با کی دیدار کنی؟ ببین یه شخصیتی بود توی متن چلاغ آینیشمان، یه پیرمرد بود به اسم جانی پتن مایک. دوست داشتی با اون رفاقت کنی؟ داشتم با اون رفاقت کنم، بشینیم با هم سیگار بکشیم. عالی. تو میدونم که تو کار موسیقی هم هستی، میخونی و رپ دیگه کامل. حالا یه وقتایی یه چیزای دیگه هم میخونم. ببین من ابایی ندارم، من بچه که بودم مدعی هم میکردم، ولی مسیره به یه سمتی رفت که الان رپر هم هستم و حتی ابایی هم ندارم از این موضوع. یعنی توی پیج اینستاگرام هم که کارهای تئاتر هم هست، به هر حال آدما رعایت میکنن ولی مخفی نمیکنم، ترک های رپ هم میذارم. میخواستم ازت بپرسم که این قضیه تأثیری روی اون شخصیت بازیگریت هم داره؟ ببین یعنی کمک میکنه؟ ببین 100% تو بازیگری تو مثلا نجاری هم بلد باشی به درد بازیگریت میخوره. هر قابلیتی هی قابلیتات بیشتره دیگه. حالا رپ که تو بیان و اینا که 100% تاثیر میذاره، ولی کلا رپ خیلی برام عشقه. چقدر فکر میکنی ادامهش بدی؟ به جدیت سینما تئاتر هست؟ ببین الانه که دارم باهات حرف میزنم آره، ولی خب آدما نمیدونن، مثلا ممکنه 5 سال دیگه من مثلا بگم اون موقع، ولی فکر نمی کنم. دمت گرم که اومدی تو این برنامه. امیدوارم که زودتر دوباره با هم کار کنیم. 100% کار کردن با تو خیلی کیف میده. من اینو پیشنهاد میکنم به همه واقعا. قربونت برم. ان شاءالله منم یه پیشنهاد دارم برات. یه روز خواستید با خودت مصاحبه کنی من میام. وای چی میشه اون. دمت گرم. مرسی.